با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس دایر کنندگان اتاق بازرگانی صنعتی مشترک ایران و گرجستان در تفلیس برگزار گردید. موضوعاتی که در طول گردهمایی مذکور مطرح شد به ترتیب ذیل میباشند: توسعه همکاری اقتصادی و بازرگانی بین ایران و گرجستان، جذب سرمایه‌گذاری، نزدیکتر شدن محافل کسب و کار دو کشور و حمایت از ابتکارات در زمینه‌های مختلف. بعد از استقلال گرجستان و به رسمیت شناختن کشور گرجستان از طرف جمهوری اسلامی ایران، روابط اقتصادی بین دو کشور خیلی برقرار شد. تو این راستا ما چند سالی هستش که به فکر این هستیم که با تأسیس یه همچین اتاق مشترکی پتانسیل هایی که وجود داره تو روابط اقتصادی دو کشور بتونیم از بالقوه به فعل تبدیلش کنیم و بتونیم پل ارتباطی باشیم برای دوستانی که توی ایران هستن و همچنین تجار گرجی که یا دارن کار میکنن با ایران یا در راستای اینن که یه رابطه کاری و تجاری با ایران، جمهوری اسلامی ایران داشته باشن. کنفرانس مورد نظر از سوی قائم مقام سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان آقای محسن کبریایی افتتاح شد که ایشان در مورد اهمیت اتاق بازرگانی صنعتی صحبت نمود. امروز روزی بودش که اتاق بازرگانی ایران و گرجستان ثبت نامش رو آغاز کرد. انشالله این اتاق زمینه خواهد شد برای ارتباط بیشتر بازرگانان ایرانی و گرجی، خصوصا بخش خصوصی. امیدواریم که این اتاق هم بتونه ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی رو فعال بکنه و شاهد این باشیم که توسعه روزافزون روابط رو داشته باشیم. مدیر اداره حمل و نقل و ترمینال‌های وزارت راه‌ها و توسعه شهرسازی ایران آقای محمد جواد عطرچیان هنگام سخنرانی خود خاطر نشان کرد که توسعه امکانات ترانزیتی گرجستان به علت موقعیت مساعد ژئوپلیتیکی آن یکی از اولویت‌های اصلی این کشور میباشد. مهمترین موضوعاتی رو که مورد بحث و بررسی قرار گرفت مسئله مجوزها و تعداد پروانه‌های عبور بین دو کشور بوده. در حال حاضر حدود 10,000 کامیون بین دو کشور تردد میکنه که با توجه به تقاضای شرکت‌های حمل و نقل ایرانی ما افزایش تقاضا رو برای توسعه تجارت بین ایران و گرجستان رو پیش بینی میکنیم. تاجران در طول کنفرانس مذکور پیرامون زمینه‌های گوناگون اقتصاد گرجستان مانند ساخت و ساز، کشاورزی، جهانگردی، بازرگانی، نیرو و چشم‌اندازهای توسعه آنها بحث و گفتگو کردند. الناز میرمعصومی، شبکه خبر، گرجستان، تفلیس.